لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنه. میگه وقتی خواب بیدار شد مرا دید گفت که ابیذر اگر هر کسی که گوید لا اله الا الله بعد از اون دنیا را پدرود بگه، فهمیدی سعی؟ علی ذالک، با همین کلمه، با اعتقادش به همین کلمه باشد که نیست خدای مگر الله تبارک و تعالی یکه و یگانه است، با همین اعتقادش اگر از دنیا گذشت الا دخل الجنه، این آدم داخل جنت میشه. بعد قلتو و این زن و این سرقه، گفتم اگر یکی زنا کنه و دزدی کنه چی؟ کلمه را میگه که هم زنا میکنه هم دزدی کرده سه. قال و این زن و این سرقه، میگه گفت اگر چنده که ابیذر زنا هم که کنه دزدی هم که کنه. قلتو و این زن و این سرقه، با دویم بار تکرار کرد حضرت دزدی کنه و زنا کنه. قال و این زن و این سرقه، اگر که زنا کنه و دزدی کنه. قال و این زن و این سرقه، با سه بار شد. با حضرت مقصد ممکن نفهمید، گفت و این زن و این سرقه، گفت و این زن و این سرقه الا گفت زغم انف ابیذر، گفت بنید خاک آلو شود. گفت بله بله، گفت و این زن و این سرقه. خب آره همین این راویش